یکی دیگه از ساکنان استبل آخوندی یعنی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده قلابی رشت، در جدیدترین افاضاتش گفته که چالش نخریدن و به آتش کشیدن محصولات آدیداس باید در کشور فراگیر شود و در این رابطه میتوان به نشانه اعتراض انباری از آدیداس را به آتش کشید. حالا بگذاریم از اینکه محصولات آدیداس با دلار 10,000 تومانی اینقدری گرون هستن که ما آدم معمولی ها نمیتونیم بخریم، ولی خب برای این ژن خوبا و اطرافیانشون اینقدری ارزون هست که میتونن یه انبار پر از آدیداس رو به راحتی آتیش بزنن. ما یه کتونی میخی پیدا نمی کنیم که بگیریم و بپوشیم تا زمین داغ این روزهای تابستونی کف پامون رو تاول نکنه. اون وقت این لاابالی مرفه بیدرد صحبت از آتیش زدن انبار چند میلیون دلاری محصولات آدیداس میکنه. البته این در حالی داشت این جملاتو میگفت که خودش روی ویلچر گرون قیمت ساخت آلمان نشسته بود، یه ساعت مچی ساخت سوئیس رو مچ دستش بسته بود، یه کت شلوار ایتالیایی تنش کرده بود و یه آیفون ساخت آمریکا تو جیبش و یه عینک با فریم ساخت انگلیس هم روی چشمش. همونطور که مشاهده میکنید این طرف یک مثال دقیق و محسوس و ملموس از میزان نفاق و دورویی و تناقض در بین سایر مهره‌های حاکم بر سیستم فاسد جمهوری اسلامیه. از این مثالا خیلی زیاد سراغ داریم. اون وزیری که گرین کارت آمریکایی داره و تو صف اول راهپیمایی شعار مرگ بر آمریکا میده. اون نماینده مجلسی که مدرکش رو از دانشگاه‌های انگلیس گرفته و نفر اول از نردبون جلوی دیوار سفارت انگلیس بالا میره. اون مدیری که از ماشین لوکس فرانسویش پیاده میشه و برای دیپلمات‌های فرانسوی رجزخونی میکنه و سرآمد همه این مثال‌ها هم اون رهبر حقیری که دستش با روسیه توی کاسه است، جیب عباش با سرمایه‌دارهای چینی گره خورده و همدست‌هاش باند توزیع سلاح در لبنان و سوریه رو رهبری میکنند. حالا بفرمایید بازم میخواین انباری پر از محصولات آدیداس رو آتیش بزنین یا بازم از این مثال‌ها براتون بزنیم؟ شما حواستو جمع کن که انبار علوفه مجلس شورای آخوندیتون به آتیش کشیده نشه. انبار آدیداس رو ما خودمون میدونیم چی کار کنیم.